تصور کن وسط جهنم جنگ جهانی دوم توی پاریس اشغالی یه فیلسوف جوون یه کتاب 722 صفحه‌ای منتشر میکنه. 722 صفحه. اونم تو اون شرایط. دقیقاً. کتابی که انگار قرار دید یه نسل رو به کل عوض کنه. هستی و نیستی. ژان پل سارتر. میدونی انقدر قطور و سنگین بود که میگفتن تو بازار سیاه به جای وزنه 1 کیلویی ازش استفاده میکردن. اینو نشنیده بودم، ولی خب وزن محتواش قطعاً سنگین بود. امروز دقیقاً میخوایم شیرجه بزنیم تو همین اقیانوس. کتابی که خب خیلیا بهش میگن انجیل اگزیستانسیالیسم. واقعاً زمان و مکان خیلی عجیبی بود برای همچین کتابی. انگار درست وسط تاریکی مطلق سارتر داشت از یه نور کورکننده حرف میزد، از آزادی. آره، پس هدفمون اینه که با هم یه سفری بکنیم تو این دنیای پیچیده ولی به نظرم فوق‌العاده جذاب هستی و نیستی. از تحلیل کریستین دیگل هم به عنوان یه جور راهنما استفاده می‌کنیم که ببینیم ایده‌های اصلیش چی بوده. درسته. ولی فقط نمی‌خوایم گزارش بدیم سارتر چی گفته. می‌خوایم ببینیم این ایده‌ها که خب بعضیاش واقعاً تکان دهنده است، چطور میتونه امروز برای تو توی زندگی روزمرت یه معنایی داشته باشه یا حداقل یه تلنگر باشه. و نکته جالبش همینه که سارتر اتفاقاً سختش نمیکنه. یعنی برخلاف اون تصویر کلیشه‌ای از فلسفه، میاد مفاهیم خیلی عمیق رو با مثالای خیلی دم دستی توضیح میده. آره این خیلی خوبه. از پیشخدمت کافه میگه، از یه قرار عاشقانه یا حتی اون حس شرمندگی وقتی یکی مچتو میگیره. همین باعث میشه فلسفه از اون حالت خشک و انتزاعی در بیاد تو زندگی واقعی. دقیقاً. بشه بخشی از تجربه زیسته خود ما. عالیه. خب پس بیا شروع کنیم. اولین چیزی که شاید قبل از خود مفاهیم اصلی جالبه سبک خود کتابه. انگار سارتر اصلاً نمیخواسته یه متن فلسفی کلاسیک بنویسه. آنی کوهنسولال که زندگی نامه‌شو نوشته یه تعبیر خیلی بامزه‌ای داره. چی میگه؟ میگه این کتاب یک حرامزاده عظیم الجثه است. تعبیر خوبیه. آره خیلی دقیقه. چون ساختارش اصلاً متعارف نیست. پر از تحلیل‌های پدیدارشناسانه دقیق، بحث‌های انتزاعی خیلی سنگین، ولی یهو می‌بینی پریده وسط یه داستانک یا یه تحلیل روانشناختی مثلا از حسادت یا عشق. همین ترکیب تئوری و مثال‌های ملموس که گفتی. آره این امضای کار سارتره. مثلا اون مثال معروف پیشخدمت کافه یا اون زنی که سر قرار دستش رو شل میکنه تو دست مرد یا اون آدمی که داره از سوراخ کلید نگاه میکنه. اینا فقط قصه نیستن انگار. نه اصلاً اینا ابزارن برای تشریح فلسفه. سارتر معتقد فلسفه نباید فقط یه چیز ذهنی باشه، باید بتونی حسش کنی، بتونی اون موقعیت‌ها رو انگار زندگی کنی. این مثال‌ها کمک میکنن که مفاهیم انتزاعی مثل آگاهی، آزادی، خودفریبی، اینا رو خیلی ملموس‌تر بفهمیم. خیلی خوب، پس از سبک که گفتیم بیا بریم سراغ اون ستونهای اصلی کتاب. این هستی فی نفسه و هستی لنفسه. این اصطلاحاً اولش یکم ترسناک به نظر میان. یعنی چی اینا؟ راستش ساده تر از اون چیزیه که به نظر میاد. ببین هستی فی نفسه یا آنسوا یعنی هر چیزی که فقط هست. همین. مثلا یه سنگ، یه صندلی، یه کوه، یه چیزی که صلب، کامله، هیچ آگاهی نداره، از درون خودش هم تغییری نمیکنه. هویتش دقیقاً همونیه که هست. تموم شد و رفت. هیچ شکافی، هیچ فاصله‌ای با خودش نداره. اوکی. پس هر چیز جامد و بیجان یا هر چیزی که آگاهی نداره میشه فی نفسه. پس لنفسه چیه؟ یکی مربوط به ما آدماست دیگه. دقیقاً هستی لنفسه یا پورسوا، همون آگاهی انسانه. و نکته کلیدی اینجاست که سارتر میگه آگاهی دقیقاً نبودن اون هستی فی نفس است. نبودن یعنی چی نبودن؟ یعنی آگاهی مثل یه هیچی میمونه، یه nothingness، یه فقدان، یه خلأ. یه هیچی؟ یکم عجیبه ها، یعنی ما هیچی نیستیم؟ نه به اون معنی که بی ارزشیم یا وجود نداریم. فکر کن آگاهی مثل یه نورافکنه. خود نور فی نفسه چیزی نیست جز توانایی روشن کردن چیزهای دیگه. یعنی اون هستیای فی نفسه رو روشن میکنه. آها. تا وقتی چیزی رو روشن نکرده فقط یه پتانسیل خالیه. آگاهی همیشه آگاهی از یه چیزیه.
این همون مفهوم قصدمندی یا اینتنشنالیتی هست که از هوسرلر گرفته. پس خودش به خودی خود خالیه؟ ذاتاً تعریفی نداره، هویت از پیش تعیین شده ای نداره. دائما داره از چیزی که همین الان هست فراتر میره و تبدیل میشه به یه چیز دیگه. برای همین سارتر میگه آگاهی یه پروژه است. یه شدن مداومه، نه یه بودن ثابت و تموم شده. چه تصویر قدرتمندی! آگاهی مثل یه فضای خالی که با انتخابهاش و چیزایی که بهشون توجه میکنه خودش رو شکل میده. این فکر کنم مستقیم ما رو میرسونه به اون ایده خیلی معروف و البته جنجالی سارتر، آزادی مطلق. دقیقاً. یعنی اگه آگاهی ذاتاً هیچی و یه پروژه بازه، یعنی ما واقعاً 100% آزادیم؟ هیچ جبر بیولوژیکی، روانی، اجتماعی وجود نداره؟ این با عقل جور در میاد؟ از نظر سارتر دقیقاً همینه. چون آگاهی یه هیچیه، پس از پیش تعیین شده نیست. چون هیچ ذات ثابتی نداره که مجبورش کنه یه جور خاصی عمل کنه، پس همیشه این امکان رو داره که یه جور دیگه ای انتخاب کنه. حتی با وجود گذشتمون، شرایطمون. آره، گذشتت، محیطت، بدنت که سارتر بهش میگه واقع بودگی یا فکتیسیتی، اینا همه هستن. اینا شرایط بازیان. ولی این تو هستی که تصمیم میگیری این شرایط چه معنایی برات داشته باشن و چطور بهشون واکنش نشون بدی. تو میتونی ازشون فراتر بری. این همون استعلا یا ترانسندنس هست. پس بله، از دید سارتر آزادی ما مطلقه. این هم خیلی هیجان انگیزه، هم یه جورایی ترسناک. یعنی واقعاً هیچ بهونه‌ای نداریم. هیچ. دقیقاً. سارتر میگه این آزادی یه هدیه شیرین و راحت نیست، یه بار خیلی سنگینه، چون آزادی مطلق مساوی با مسئولیت مطلقه. مسئولیت برای همه چی؟ برای همه چی. تو مسئول تمام انتخابات هستی، تمام کارهات و در نهایت مسئول تمام اون چیزی هستی که از خودت میسازی. و این مسئولیت عظیم یه حسی به اسم اضطراب با خودش میاره. اضطراب چی؟ اضطراب این که بفهمی هیچ کس و هیچ چیز جز خودت مسئول زندگیت نیست. هیچ راه فراری نیست. اون مثال جنگ چی بود؟ چطور میشه آدم مسئول جنگی باشه که به زور فرستادنش؟ این به نظر خیلی دیگه رادیکال میاد. من که خودم نخواستم جنگ بشه. آره، این یکی از اون نقاطیه که سارتر واقعا تا ته خط میره و خب خیلی هم باش مشکل دارن. اون میگه حتی اگه به زور تو رو بفرستن جنگ، اون جنگ توه. چرا آخه؟ چون تو هنوز حتی توی اون موقعیت تحمیلی انتخاب داری. میتونی تسلیم بشی، میتونی فرار کنی، میتونی خودکشی کنی. عجب گزینه‌ای. بله، یا میتونی بجنگی. میتونی با نفرت بجنگی، میتونی با بی‌تفاوتی بجنگی، میتونی برای دفاع بجنگی. نحوه مواجهه تو با این موقعیت انتخاب توه و تو مسئولشی. پس نمیگه تو مقصری که جنگ شده، نه. اصلاً میگه تو مسئولی که با این وضعیت موجود چطور برخورد کنی. اون جمله معروفش همینه دیگه، انسان محکوم به آزادی است. یعنی انقدر آزادی که حتی نمیتونی انتخاب کنی که آزاد نباشی. آزادی رو نمیشه پس داد. وای، این واقعا سنگینه. محکوم به آزادی. خب این اضطراب و این بار سنگین مسئولیت احتمالاً باعث میشه آدم بخواد یه جوری از زیرش در بره دیگه. اینجاست که اون مفهوم ایمان کاذب یا خودفریبی وارد میشه. درسته؟ مووز فوا. کاملاً. ایمان کاذب یا مووز فوا دقیقاً تلاش برای فرار از همین آزادی و مسئولیته. یه جور دروغ گفتن به خوده، اما یه دروغ خیلی خاص. این چی خاص؟ یعنی تو همزمان هم دروغگویی، هم کسی هستی که فریب خورده. یعنی خودت رو گول میزنی. سعی میکنی خودت رو متقاعد کنی که تو یه چیزی هستی، یه ذات ثابت داری مثل همون هستی فی نفسه و مجبور بودی فلان کار رو بکنی یا نمیتونستی جور دیگه ای باشی. یعنی انکار میکنی که انتخاب دیگه‌ای هم داشتی. دقیقاً. انکار میکنی که یه لنفسه هستی، یه آگاهی آزاد. صبر کن ببینم این چطور ممکنه؟ من هم دروغ بگم، هم باور کنم. آدم که ته دلش میدونه داره خودشو گول میزنه نمیدونه؟ سوال خیلی خوبیه.
سارتر میگه این وضعیت ذاتاً شکننده است، پایدار نیست. چرا؟ چون آگاهی یه جور شفافیت ذاتی نسبت به خودش داره. تو در سطح آگاهی پیش بازتابی pre-reflective، یعنی قبل از این که روش فکر کنی و تحلیلش کنی، میدونی که آزادی، میدونی که داری نقش بازی میکنی. آها. ولی در سطح بازتابی reflective، یعنی وقتی به خودت و کارات فکر میکنی، سعی میکنی این آگاهی رو سرکوب کنی. سعی میکنی خودت رو مثل یه شیئی ببینی که چاره ای جز این نداشته. پس یه تنش دائمی توی ایمان کاذب هست. یه جور بازی قائم باشوک با خودته. اون مثالا اینجا خیلی کمک میکنن. اون زن سرقرار چی شد؟ اون چطور داشت خودشو گول میزد؟ آره، اون مثال جالبیه. ببین، اون زن توی موقعیتیه که باید یه تصمیم بگیره. مرد دستش رو میگیره. این یه لحظه مهمه. زن به جای اینکه یا دستش رو بکشه یعنی نه، یا دست مرد رو محکمتر بگیره یعنی آره، چیکار میکنه؟ چیکار میکنه؟ دستش رو بی حرکت و شل توی دست مرد رها میکنه. انگار دستش یه شیئی بی جانه که اصلا مال اون نیست، کنترلی روش نداره. همزمان هم شروع میکنه درباره موضوعات خیلی روشنفکرانه و غیر شخصی حرف زدن. خب این یعنی چی؟ سارتر میگه اون داره جنبه جسمانی و واقع بودگی خودش رو انکار میکنه. اینکه یه بدنه، یه دست قابل لمسه و به جنبه ذهنی و استعلایی خودش پناه میبره، به افکارش، به روحش. چرا؟ تو از لحظه تصمیم گیری و قبول مسئولیتش فرار کنه. داره خودشو گول میزنه که هنوز چیزی قطعی نشده، هنوز تصمیمی نگرفته. عجب تحلیلی. و اون پیشخدمت معروف کافه، اونی که خیلی کلاسیکه، اون چطور آزادی خودش رو انکار میکرد؟ اون پیشخدمت داره زیادی پیشخدمت بازی در میاره. حرکاتش خیلی دقیق، خیلی سریع، خیلی مکانیکی و حتی اغراق‌آمیزه. انگار داره باله اجرا میکنه. خب این بده داره کارش رو خوب انجام میده دیگه. سارتر میگه مشکل اینه که اون داره نقش یه پیشخدمت رو بازی میکنه. اونقدر توی این نقش فرو رفته که انگار تبدیل شده به یه ماشین پیشخدمت ساز، یه ابژه. آها، داره خودش رو محدود میکنه به اون نقش. دقیقاً داره استعلای خودش رو انکار میکنه. یعنی این حقیقت رو که اون فقط یه پیشخدمت نیست، بلکه یه آگاهیه که هر لحظه میتونه انتخاب کنه که دیگه پیشخدمت نباشه یا کارش رو یه جور دیگه انجام بده یا اصلاً یه آدم دیگه باشه. اون سعی میکنه خودش رو با نقشش یکی کنه. خودش رو به واقع بودگی شغلش تقلیل بده. چرا؟ باز هم برای فرار از اضطراب آزادی و روبرو شدن با امکانات بیشمار دیگه. میدونی یاد چی افتادم؟ یه جورایی شبیه کاری نیست که ما گاهی تو شبکه‌های اجتماعی میکنیم. یه تصویری از خودمون میسازیم، اون آدم موفق، شاد، بی‌نقص، و اونقدر اون نقش رو بازی میکنیم که شاید خودمونم باورش بشه. ولی ته دلمون شاید یه جور دیگه حس میکنیم. انگار داریم نقش اون آدم ایدئال رو بازی میکنیم تا با اضطراب واقعیت خودمون روبرو نشیم. چه مثال بجایی. دقیقاً میتونه یه جور خودفریبی مدرن باشه. سارتر که اینا رو ندیده بود، ولی تحلیلش انگار هنوز کار میکنه. پس این خودفریبی خیلی شایع‌تر از چیزیه که فکر میکنیم. حتی گفتی صداقت هم میتونه یه جور ایمان کاذب باشه. چطور ممکنه؟ یعنی وقتی میگم من آدم صادقی هستم، دارم خودم رو گول میزنم؟ بله، به یه معنای خیلی خاص. وقتی میگی من صادق هستم، انگار داری صداقت رو تبدیل میکنی به یه ویژگی ذاتی و ثابت خودت، مثل رنگ چشمت. انگار یه شی هستی که صفت صادق بودن بهش چسبیده. خب مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که از این حقیقت فرار میکنی که صداقت یه انتخابه که تو باید توی هر لحظه، هر موقعیت دوباره انجامش بدی. تو هستی آدم صادق نیستی، بلکه تو انتخاب میکنی که صادقانه عمل کنی یا نکنی. اگه فقط نقش یه آدم صادق رو بازی کنی بدون اینکه واقعاً با چالش‌های هر موقعیت روبرو بشی و مسئولانه انتخاب کنی، این هم میتونه یه جور فرار از آزادی و مسئولیت باشه، یه جور خودفریبی. پس با این حساب به نظر میاد ما تقریباً همیشه در معرض این خودفریبی هستیم. اصلا راهی برای خروج هست؟
سارتر از اصالت، آثنتیسیتی هم حرفی میزنه؟ آره، توی یه پاورق خیلی معروف توی هستی و نیستی بهش اشاره میکنه. میگه اصالت به عنوان یه امکان وجود داره. خب اصالت یعنی چی دقیقاً؟ یعنی پذیرش کامل همون آزادی و مسئولیت بدون اینکه توی دام ایمان کاذب بیفتی. یعنی پذیرفتن هم واقع بودگی، یعنی شرایط و محدودیتات بدنت گذشتت، و هم استعلا، یعنی آزادیات، تواناییت برای فراتر رفتن از اون شرایط و ساختن خودت. یعنی یه جور تعادل بین این دوتا؟ یه جور پذیرش صادقانه هر دو جنبه وجودمون. اما خب سارتر توی این کتاب اصلا توضیح نمیده که این اصالت دقیقاً چطور به دست میاد یا چه شکلیه. میگه این بحث برای یه کتاب اخلاقه، کتابی که البته هیچ وقت به اون شکلی که اول قول داده بود ننوشتش. چه حیف. خیلی خب، پس تا اینجا فهمیدیم که ما آزادیم، مسئولیم و احتمالاً خیلی وقتا هم داریم خودمونو گول میزنیم تا از زیر بار این آزادی و مسئولیت در بریم. حالا یه عنصر دیگه وارد این معادله پیچیده میشه. دیگران. وقتی با آدمای دیگه روبرو میشیم چی میشه؟ نگاه سارتر به روابط انسانی هم انگار خیلی بحث برانگیزه. دقیقاً. این بخش سوم کتابه و شاید بشه گفت تاریک‌ترین بخشش هم هست. سارتر میگه مشکل اصلی اینه که یه شکاف هستی شناختی بین من و دیگری وجود داره. یه دره عمیق. یعنی چی؟ یعنی من نمیتونم مستقیما به آگاهی اون لنفسه اون دسترسی پیدا کنم. من فقط میتونم بدنش رو ببینم که خب بدن یه شیء فی نفسه توی دنیای من. اونم همینطور نسبت به من. ما نمیتونیم ذهن هم رو بخونیم، نمیتونیم تجربه زیسته هم رو مستقیما درک کنیم. خب این که طبیعیه، ولی یعنی ما همدیگه رو فقط به چشم شیء میبینیم. این دیگه خیلی بدبینانه نیست؟ نه لزوماً همیشه و فقط به عنوان شیء، ولی این یه تهدید دائمیه. اینجا سارتر مفهوم کلیدی نگاه رو مطرح میکنه. نگاه؟ آره، نگاه دیگری. وقتی یه نفر دیگه به من نگاه میکنه، یه اتفاق عجیبی میفته. من ناگهان از خودم و از اون آزادی خودم بیگانه میشم. چطور؟ چون توی نگاه اون من تبدیل میشم به یه ابزه، یه شیء در دنیای اون، کسی که توسط اون تعریف میشه. مثلا اون پسره که اونجا وایستاده، یا اون خانم عصبانی، یا اون دانشجوی فلسفه. نگاه دیگری آزادی من رو انگار میدزده و من رو توی قالبی که اون میخواد منجمد میکنه. من دیگه اون پروژه باز نیستم، تبدیل شدم به یه چیزی که اون میبینه. عجب. این نگاه دیگری که آدم رو شیء میکنه یکم ترسناکه، نه؟ آدم رو به فکر فرو میبره که توی برخوردامون، توی حرفهامون چقدر این اتفاق میفته بدون اینکه اصلا حواسمون باشه. بله، و نکته اینجاست که این یه فرایند متقابله. من هم با نگاهم دقیقاً همین کار رو با دیگری میکنم. سعی میکنم اون رو توی دنیای خودم تعریف کنم، کنترلش کنم، تبدیلش کنم به یه آبژه برای خودم. پس یه جور جنگ نگاه هاست. دقیقاً. برای همین سارتر میگه روابط انسانی ذاتاً تضادآمیزن، کانفلیکچوال. یک کشمش دائمی بین تلاش من برای حفظ خودم به عنوان فاعل، سوژه، به عنوان مرکز دنیای خودم و تلاش دیگری برای تبدیل کردن من به مفعول، آبژه توی دنیای خودش. حتی چیزایی مثل عشق و نفرت هم از نظر سارتر تلاش‌های پیچیده و عمدتاً ناموفقی برای حل کردن همین تضاد بنیادین هستن. اون مثال آدمی که داشت از سوراخ کلید نگاه میکرد، این قدرت نگاه رو خیلی خوب نشون میده، نه؟ عالی نشون میده. ببین، وقتی اون فرد تنهاست و داره یواشکی از سوراخ کلید دید میزنه، مثلا از روی حسادت یا کنجکاوی، اون فاعله، اون سوژه است، مرکز دنیای خودشه و اونایی که اون طرف در هستن، آبژه های کنجکاوی اونن. اون کاملا آزاده و تمام دنیای اطرافش بر اساس پروژه اون، یعنی دید زدن، سازمان پیدا کرده. خب اما ناگهان صدای پایی پشت سرش میشنوه، حس میکنه که یکی داره نگاهش میکنه. دیده شده. توی یه لحظه همه چیز زیر و رو میشه. چطوری؟ اون دیگه فاعل نیست، تبدیل شده به یه ابژه زیر نگاه اون کسی که مچش رو گرفته. تبدیل شده به یه چشمچران، یا آدم پست،
یه چیزی که دیگران میبینن و قضاوتش میکنن. احساس شرم میکنه. اون دنیایی که برای خودش ساخته بود فرو میپاشه و حالا خودش و عملش جزئی از دنیای اون دیگری شده. این قدرت ویرانگر و همزمان سازنده نگاه دیگریه. پس با این حساب اون جمله خیلی معروفش توی نمایشنامه خروج ممنوع نو اگزیت که میگه جهنم دیگرانند لانفر سه لز اوتر دقیقاً از همین تحلیل میاد دیگه. دقیقاً از همینجا میاد. البته منظور این نیست که آدمای دیگه ذاتاً بد هستن یا شرورن. منظور اون حس دائمی تحت نظر بودن، قضاوت شدن و در معرض شی شدگی قرار گرفتنه. یعنی اون کشمکش دائمی برای حفظ خودم در برابر نگاه بقیه اون جهنمه. آره، اون تهدید دائمی به آزادی من که از حضور دیگری و نگاهش ناشی میشه. روابط به قول سارتر اجتناب ناپذیرن. ما نمیتونیم بدون دیگران زندگی کنیم. ولی از این دیدگاه خاص هستی و نیستی ذاتاً پر از تنش و تضاد و این حس جهنمی هست. خیلی خوب. همه اینها رو که کنار هم میذاریم، آزادی مطلق، مسئولیت خرد کننده، خودفریبی رایج، روابط ذاتاً تضادآمیز به یه تصویر نسبتاً سنگین و شاید بشه گفت بدبینانه از وضعیت انسان میرسیم. سوال اینه که چطور شد که این کتاب با همچین محتوایی توی اون شرایط خاص جنگ و اشغال اینقدر تاثیرگذار شد؟ حتی برای بعضی‌ها انگار الهام بخش بود. سوال خیلی کلیدیه. دقیقاً به خاطر همین رادیکال بودنش بود که تأثیر گذاشت. ببین، توی شرایطی که مردم حس می‌کردن هیچ کنترلی روی سرنوشتشون ندارن، تحت اشغال بودن، ارزش‌های سنتی همه فرو پاشیده بود. یه جور حس استیصال کامل. دقیقاً. سارتر آمد و گفت نه، شما هنوز کاملاً آزادید. شما مسئول معنا بخشیدن به زندگیتون هستید. هیچ خدا یا نیروی بیرونی دیگه‌ای نیست که بیاد شما رو نجات بده یا براتون تکلیف تعیین کنه. این شما هستید که با انتخاباتون، با اعمالتون، حتی با نحو تحمل رنجاتون دارید ارزش و معنا خلق می‌کنید. پس یه جورایی بهشون قدرت میداد؟ یه جور حس قدرت و عاملیت میداد. هر چقدرم که اون مسئولیت سنگین بود، انگار یه فراخوان بود به مقاومت درونی، به پذیرش مسئولیت فردی، حتی در بدترین شرایط. میگفت تو نمیتونی شرایط رو انتخاب کنی، ولی همیشه میتونی نحوه پاسخ دادنت به اون شرایط رو انتخاب کنی. یه جور فلسفه مقاومت پس. یه جور فلسفه برای دوران بحران، بله. اما آیا امروز هم به درد ما میخوره؟ دنیای ما که خیلی با فرانسه اشغال شده فرق داره. ما شاید مشکلاتمون از جنس دیگه‌ای باشه. نمیدونم، انتخاب‌های بیش از حد، اطلاعات بیش از حد، حس پوچی توی دنیای مدرن. شاید کمتر با سرکوب مستقیم اینجوری درگیریم. نکته دقیقاً همینه. شاید زمین بازی عوض شده، ولی به نظر میاد سوالای اصلی هنوز سر جاشونن. مثلا چه سوالایی؟ سوال در مورد معنای زندگی توی دنیایی که شاید مثل گذشته اون قطعیت‌های مذهبی یا سنتی رو نداره. سوال در مورد چگونگی مواجهه با آزادی و مسئولیت فردی وقتی این همه انتخاب جور و جور پیش روته و هیچ راهنمای مشخصی هم نیست. چالش تشخیص خودفریبی‌های خودمون که گفتی شاید امروز شکلای پیچیده تری هم پیدا کرده، مثل اون برندسازی شخصی آنلاین. دقیقاً. و البته سختی ساختن روابط انسانی اصیل توی جهانی که نگاه‌های قضاوتگر شاید از طریق همین تکنولوژی همه جا حاضر باشن. اینها مسائلی هستن که شاید امروز حتی پررنگتر و پیچیده‌تر هم شده باشن. یعنی هستی و نیستی هنوزم میتونه مثل یه آینه باشه که خودمون و دنیامون رو توش ببینیم؟ قطعاً. این کتاب مثل یه سیلی میمونه که بیدارت میکنه. وادارت میکنه از خودت بپرسی. من چقدر دارم اصیل زندگی میکنم؟ چقدر دارم از زیر بار مسئولیت انتخاب هام شونه خالی میکنم و فقط نقش بازی میکنم؟ چطور دارم با اون جهنم دیگران کنار میام؟ و آیا اصلا راهی برای ساختن روابط بهتر وجود داره؟ جواب آماده‌ای هم نمیده انگار. نه اصلاً. این زیبایی و سختیشه. جواب آماده بهت نمیده. ولی سوالای خیلی درستی رو مطرح میکنه. سوالایی که فکر میکنم هر کسی توی هر دوره‌ای باید برای خودش بهشون فکر کنه و
جواب خودشو پیدا کنه. خب پس اگه بخوایم یه جنبندی خیلی سریع داشته باشیم، امروز یه گشتی زدیم توی قلب فلسفه سارتر، توی کتاب حجیم هستی و نیستی. فهمیدیم که از نظر اون آگاهی ما آدما لنفسه یه جور هیچیه یا خلأه که همین ما رو به آزادی مطلق محکوم میکنه. محکوم به آزادی. دقیقاً. و این آزادی یه بار مسئولیت خیلی سنگینی برای ساختن خودمون و دنیامون روی دوشمون میذاره. مسئولیتی که خیلی وقتا سعی میکنیم با ایمان کاذب یا همون خودفریبی از زیرش فرار کنیم. نقش بازی میکنیم. آره. و در نهایت هم دیدیم که روابط ما با دیگران به خاطر اون پدیده نگاه که آدم رو شی میکنه ذاتاً تضادآمیز و پر از کشمکشه. دقیقاً. و شاید یه فکر نهایی برای تو که داری گوش میکنی این باشه. جالبه که خود سارترم انگار بعداً حس کرد این تمام ماجرا نیست. توی آثار بعدیش به خصوص بعد از جنگ سعی کرد یکم از این تصویر شاید بیش از حد فردگرایانه و تضادآمیز فاصله بگیره. دنبال راههایی برای کنش جمعی، تعهد اجتماعی و شاید یه نوع اخلاق مبتنی بر همبستگی گشت. یعنی یکم از اون بدبینی اولیه فاصله گرفت. شاید بشه گفت سعی کرد راه حلایی فراتر از اون چارچوب اولیه پیدا کنه. حالا با توجه به تصویری که هستی و نیستی از آزادی رادیکال، مسئولیت فردی محض و اون چالش جهنمی روابط ارائه میده، به نظر تو اون اصالتی که سارتر فقط بهش اشاره کرد و توضیحش نداد واقعاً چه شکلی میتونه باشه؟ سوال سختیه. خیلی. آیا اصلا ممکنه یه نوع رابطه واقعی با دیگری ساخت که از این چرخه معیوب شیعانگاری و تضاد فراتر بره، یا ما واقعا محکوم به جهنم دیگران هستیم؟ و اگه راهی برای اصالت و رابطه بهتر هست، اون راه چیه و چطور میشه توی همین زندگی روزمره پر از خودفریبی و نگاه‌های دیگران پیداش کرد و عملیش کرد؟ این چالشیه که سارتر با تمام سنگینیش پیش روی تک تک ما میذاره.